سال 78 بود علی. عمر خدا رفتگان شما رو بیامرزه و شاد کنه. پدر من توی 52 سالگی فوت شد. خدا رحمتش. خیلی جوان بود، خوشتیپ بود. وقتا مثلا ما با هم میرفتیم بانک، فکر می‌کردن داداشمه. مثلا تنها میرفتم میگفتم گو داداشت بیا. وقتی که فوت شد این آدم مرگ و میر زیاد میبینه تو زندگیش، ولی وقتی یه وقت تیر میخوره بغل دست آدم، یکی از نزدیکترین آدم میره، تازه انگار به خودش میاد، تازه انگار باور میکنه. دقیقاً. این سوال برای ما مطرح شد که چی شد؟ کجا رفت؟ حالا یکی هستش مثلا سنش بالاتره، ذهن و روح آدم آماده اون رفتن میشه، ولی وقتی یکی توی مثلا جوانی و اینها میره، سوال برای آدم اینجا میشه که چی شد؟ کجا رفت؟ حالا این همه مرگ دیدی قبلش، ولی مثل که تا تیر بغل دستت نخوره جدی نمیگیری. اون موقع یادمه با مادر خیلی رفتیم بررسی کنیم که عالم پس از مرگ چیه، چجوریه. کتاب‌های سنتی بود و زمانا خوندیم و اینها تحقیق کردیم، ولی نه، اصلا قانعمون نکرد. این سوال و تحقیقات ما همینجور ادامه داشت، یعنی از سال 78 فرض کن تا سال 84 یه 6 سالی ما درگیر این موضوع بودیم تا کم کم خدا یه راهی برام باز کرد و جواب سوالاتمون رو داد. با فضاهای انرژی آشنا شدیم، با فضاهای خودشناسی مثل چاکرا و کانال و مدیتیشن و این موضوعات آشنا شدیم. یه دوره‌ای توی زمینه‌های متافیزیک بررسی هایی داشتیم و اینها. حاصل اون چند سال فکر میکنم بوده 5 سال ما تو زمینه انرژی و ماورالطبیعه و اینها به شدت فعالیت کرد. میشه مثلا بین سال 84 تا 89. حاصلش چند تا کتاب خوب شد. دیگه الان من به کسی توصیه نمی‌کنم به سمت متافیزیک بره به دلایلی، چون مثل شمشیر دو لبه میمونه. ترسناک که اینکه بیش از حد بدونی مثلا چه اتفاقی میفته. ببین هم جذابه هم دردسر داره. مثل فیلمای اکشن میمونه، مثل فیلمای ترسناک میمونه. بعضیا میترسن فیلمو میبینن ولی بعدش انگار یه آندروفینی ترشح میشه که خوشم یا میری شهر بازی، چه میدونم یه چیز سوار میشی میبرد، آره 100 متر میبرد بالا، یهو ولت میکنه پایین، اون لحظه جیغ میزنی میترسی ولی بعدش حس خوبی داره. اینم یه همچین حالتی داشت، یعنی هم ترس داشت هم جذابیت داشت. ولی میدونی خطری که تو اون مسیر تهدید میکنه اینه که عرفان کمال با عرفان قدرت ممکنه ترکیب بشه. یعنی این که اگه هدف از این لوازم و از این وسایل، این وسایل میتونه متافیزیک باشه، میتونه مطالعه باشه، میتونه نشانه ها باشه، یه خیلی چیزی، اگه هدف رشد و کمال باشه قطعاً کمک کننده است. ولی اگر درگیر بازی های این مسیر بشی، یعنی به جایی که چشم به هدف بدوزی، خود اون ابزار تو رو مشغول بکنه، خود اون حجاب میشه، خود اون فاصله میندازه بین تو و هدفت. یه شعر جالبی حافظ داره که میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، شاید بی ارتباط نباشه به این قضیه. آره در جواب سوال شما همین خلاصه بخوام میگم خیلی جذاب بود ولی خب دردسرهایی داشت. یک مدتی ما به این پرداختیم به اندازه‌ای که یه مقدار اشراف پیدا کنیم. حاصل خوبش چند تا کتاب شد. من چند تا از این کتابا رو میگم که حالا تو تصویرم میبینیم. یکی کتاب‌های در آغوش نور بود. در آغوش نور رو بتی جین ایدی نوشت و چند نفر دیگه. اینا کسایی بودن که مرگ‌های موقت داشتن و رفتن و چیزهایی از اون عالم دیدن و برگشتن. با این شروع کردیم با این کتاب. بعد کم کم با کتاب‌های دکتر الوایس آشنا شدیم. دکتر الوایس دو تا کتاب معروف داشت به نام تنها عشق حقیقت دارد و سفرهای بسیار استادانه بسیار. دکتر الوایس و دکتر مایکل نیوتن دو تا هیپنوتیزمور بودن، یعنی هیپنوتیزم می‌کردن. وقتی کسی هیپنوتیزم میشد شروع میکرد به صحبت کردن از گذشته هاش. الان هم هیپنوتیزمورها هستن. خیلی توی صحبت هایی که میکنن میرن مثلا بچگیشون رو میبینن تعریف میکنن.
خیلی وقتا دکترای هیپنوتیزم میان یک مشکل روحی روانی یک کسی رو با هیپنوتیزم کردن طرف به این شکل خوب میکنن که ریشه یابی میکنن در واقع. بله، به نوعی ریشه یابی میکنن. مثلا میبینن این مخاطبشون، این بیمارشون توی بچگی فلان اتفاق بد براش افتاده، مثلا پدر مادرش عادت داشتن اینو توی اتاق حبس کنن، اتاق تاریک، برای اینکه تنبیهش کنن. مثلا این اتفاق درون روح این یک ترسایی ایجاد کرده که این ریشه‌ای شده توی وجودش و این توی بزرگسالی هم باهاش مونده. حالا شاید از اتاق تاریک نترسه، خیلی چیزها میترسه. کسی که هیپنوتیزم میکنه مخاطبشو، مخاطب میره این صحنه رو میبینه، هیپنوتیزم یه کارایی انجام میده، این مشکل به طور ریشه‌ای از درونش پاک میشه. حالا توی دکترای هیپنوتیزم، دکتر الوایس و دکتر مایکل نیوتن یه اتفاق جالبی برمیخورن. مثلا دکتر مایکل نیوتن که کتابش سفرروحه و به نظر من شاید بگم اگه بخوام بگم یک کتاب به کسی توصیه کنم این کتابو توصیه میکنم، میبینه که مخاطبینش میرن از جسم‌های دیگه‌ای صحبت میکنن. مثلا توی قرن 21 هستش ولی داره میگه من یک سرباز رومم و مثلا تیر خورده توی پای من و حالا مثلا مشکل اون طرف چی بوده؟ بچگی پا درد داره، یه جایی از زانوش درد میکنه، هر چی دوا دکترم میکنه حل نمیشه. اون صحنه رو که میبینه که توی جسمی مثلا سرباز رومی بود و تیر خورد و اینها، میبینه که مشکلش کم کم حل میشه و این درد برطرف میشه. حالا خواستم عرض کنم که این چند تا کتابی که خیلی کمک کرد به من تو مسیر، یکیش گفتم در آغوش نور بود، بتی جین ایدی که خاطرات مرگ‌های موقتش رو میگفت. دکتر الوایس و دکتر مایکل نیوتن، مخصوصا کتاب سفرروح دکتر مایکل نیوتن که سوژه های مختلفی هیپنوتیزم میکنه و بسیار درس هایی میده از عالم پس از مرگ. و عرض کنم که بخوام یک دو تا کتاب دیگه یکی بگم، دکتر بهرام الهی از یک متخصص جراح تو فرانسه است، ایرانی ولی تو فرانسه است، فرزند پسر نورعلی الهی عارفی بوده زمانهای قبل که فرزندش متخصص جراحه، بر اساس آموخته هایی که از پدرش داشته و به روز کردن اون اطلاعات کتاب هایی داده که فوق العاده است، مثل راه کمال، مثل معنویت یک علم است. حالا اینو گفتم برای چی؟ برای اینکه بگم که حاصل اون سالهایی که ما تو زمانهای فضای روح و انرژی کار کردیم، اگه بخوام یکی از توصیه بکنم اینه که خیلی به سمت متافیزیک اینا نرن، حاصلش این کتاب‌هایی که عرض کردم بخونن، با فضای روح و انرژی و هدف از خلقت آشنا میشید.